عموما در مورد وقت خوش، در مورد روحی بولیده بسیار بسیار چیزهای عجایبی هستند که من تصدیق میکنم که در حقیقت هنگامی که انسان روحش بولیده است، هنگامی که انسان یک وقت خود را خوش میگذراند، بیشک و شبه این بر روان انسان، با جسم انسان، با سلامتی انسان تاثیر میرساند. گر یک نفست به زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. هشدار که سرمایه این ملک جهان، عمر است و چنانش گذرانی گذرد. عمر خیام گفتند. در حقیقت ما باید توانیم که در زندگی وقتی خود را خوش گذرانیم، اینم با نیت و روان ما وابسته است، با فکرانی ما وابسته است. هر چقدر که فکرهای ما پوزیتیوی باشد، یعنی که نیتهای ما، فکرانی ما، عقیده های ما خوب باشند، یعنی که روشن باشند، همانقدر گمان میکنیم که با همه روزه حالت جسمانی ما، حالت فیزیولوژی ما تاثیر میرساند. درباره خنده بسیار خوب گفتید، ولی گمان میکنم که خنده هم یک معیار داشته باشد، یا که یگان حد و حدودی خود را داشته باشد. از خنده مردگی آدم ها هستند. از خنده مثلا مرکز میشه در خود داشتن نمیتون. تاریخی اسم ها اکن قسمت دیگری چیزی ما رقص درمانی هست. خوب من مخصوص هر یک که میگم، من کورس های گذاشتگی در شهر سن پتربورگ من قریب یک هفته نه همین کورس گذاشتم. خیلی حرکت کردن در زیر تاثیر موسیقی، دست و پای جمعاندن و حرکت کردن یک اصولی طبابت هست. مثلا من همین ایده در ازبکستان گفتگی بودم، حاضر تشکیل کرده که یک خانم هر بگاه یک هفته به یک بار دو مرتبه مردم جمع میکنه، 100 نفر موسیقی میماند، 1 ساعت رقص میکنن. همون رقص که کرد حرکت نظم میشد، خرسندگی در زیر تاثیر موسیقی تغییرات های زیاد پیدا میشد. مردم ما نادرست میفهمن همین چیزا. مثلا ما همه آسایشگاه برای 30 کس ساختم، نه که در همینجا همین برنامه آدما که میگرزونن سوال و جواب میکنم. این خود همین آسایشگاه ما یک انستیتوت تحقیقات علمی هست. همه کسلا میبیاد میگه ما نقش شدیم، تستر نقش شدیم، من تکنولوژی آب نوشیدن میآموزد، حرکت کردن میآموزد. بعد قسمت دیگری چیزی ما همین است که در این برنامه من هر روزه، هر هفته نه، هر ماه، هر 3 ماه انا کو قسمت همین هر روزش به یک چیز دیگه است که باید که هر شب پیش از خواب هر یک شخصیت وقتی که خواب میکند 50 مرتبه شکمش همین خیلی ماساژ کند. یکون روغن برای که سر خورد شکره که نوف میانزد، یک قاشق روغنی مثلا پخته یا سیمشکه کنم خیلی حرکت میکنیم. پیش از خواب وقتی که شما خواب کرده نمیشد، برای که گاز جمع میشد، که روده های خود رو حرکت دهد، ماساژ کنه. بعد اگولوف که یک علم روس هست، خیلی پرکتیکه همین سخت زیر میکنه، کدام کسل هم باشد اصلا همین شکم خیلی کار میکنه که همه بیماری در همین جا هست. کتاب هست از چربت کشش نه که اگر خورید همین بیماری که ما میشد، نادرست خوراکخوری دیگه چیزا میشد. بعد چیزی دیگر امروز خیلی ما بعضی گپ‌های زنیم آدم‌ها اقدار باور نمی‌کنن. من کسب نفته هم که کار کرده هستم، کتاب‌هاشو توفا کرده یک سیویازیستش حتی که جان آدم میبرد مسافه 100,000 کیلومتر بود، زون نمیارد دوش هست. حاضر ما پارابولیسک آنتن زیر میکنیم امریکا، همین انرژی مرده ها با آدمای زنده خیش تبارش به علاقه میبرد. خوش برای من وقتی که چشم پشت خواب کرده نمیشید، از خدا عذر میپرسید که گناههای منو بخش. یکان کسی همسایتون، دوستتون فکران میبخشی من توی رنج زندگی باشم. حاضر امروز علم اثبات کرده که 200 تا کانال های کاسمو انرژتیکی هست. بالا همون خودش میبیند که شما آدمی خوب هستید، همون انرژی پاتکلوشید میکند، انرژی میفرست، شما نظم میشید. بعض همین دم مردن بود نشد. این علم اگه بعضی آدما میگن این گپای دروغ میزنه دیگه چی میشه؟ چون که در سطح هم کی میشینید چقدر گپ میزنید. حاضر دیروز یک آدم یک جمعه دارم دیدم که کروگزار ندارد، چیز ندارد. با من گفتم گپای من نه، دیدم که من گفتم جورا تو نغزم نمیشی، خودت آدمی خودت نمیشی، تو هیچ کی ناز نمیکنه. حرکت کن، یاد گیر. برای که آدم با هیچی باور نداره. هیچی باور نداره.
باور نکرد چیز نمیشه. در اصل این قسمت یکمی هر روزه که باید آدم چیکار یک چیز دیگر، یک چیزی مهم حاضر گفتیم، من میخوام که همین نقطه به ایستاده گذاریم کمتر، بعد عامل دیگر به میگذاریم. همین باور کردن تا کدام اندازه اهمیت دارد در شفا یافتن این یا آن بیماری یا که در سلامت بودن انسان؟ باور کردن. سخن گر نیک باشد بس دوایی است، به درد دل دوایی بی‌بهایی است. من اینا نویسندگی، من همچون کاردیولوگ همون کسلا باور کرده میبیاد افکتش دوباره میشد. همین یک وزیر بود کسلی سکته دلشدگی بود، بعد ما اون وقتا داروی سوستک میدادیم، سوستک برای دل یاردم کردن، $10 میشد. بعد چند وقت جواب شد گفت که دکتر یک داروی نو آمده است نیترونگ امریکانسکی، من خریدم. من گفتم چند پول بخریدی؟ من گفتم خیلی استفاده کنه که خریده باشی. بعد 2 هفته خودش گفت که نظر به همون سوستکی $100 نیترونگ همون سوستک بهتر بوده است. چون که پس از این آدم چیزای قیمت میخرن. مثلا حاضر من یک چیز گفتم که شما بگم، من همین دوره که پیش شما بایستاده است فیرولا زم، دو دوره که من اختراع کردم، من استحصالات درسی موندم. من همین یک مردک از ویتنام همینو از من $20 گرفت برد، هر یک تا همینو در ویتنام $200 فروخت. من گفتم برای چی قیمت فروختی؟ گفت این کاری تو نیست، بیزنس منو چی خیلی همین ایا جا چیز میبرن چقدر خواهم میمونن میفروشن. هاش بعد گفت من اینه اگه گم که این $20 نرخش است باور نمیکنه، چقدر قیمت که گفتید و تستر شفا مییابد. این پسیکولوژی انسان است. باوری کردن، باور میرن نزد دومولو فول بینو میرن دیگر، اما یک کلمه زیر شور خودش تیار میکند آدم، نستروی میکند و نقش رو رفتن میگیرد یا تومور میتیان. همین بچه ها مکتب میرد، یکم امتحان گذشته استودین 5 گرفتی که باشد میگه من همین کرته پوشیده روم با 5 میگیرم، خودش به برنامه ریزی میکنم. همین سودید من این درباره که از دل و نیت، از فکر انسان، نیتی ناز نیستی دولت میگن آدم خودش حرکت کرده، نه که ارگانیسم تامین کرده نکرد با سفیده ها، انگشتابه ها، با مینرال ها که و کار کرده است. یک خیلی سیستم باید کار کرده است، نرسد بیماری ها زیاد پیدا میشه. خب عامل دیگری تا 100 سال عمر دیدن، یک سوال دارم. از خوراک خوردن، از استعمال خوراک همین چیز وابستگی دارد؟ حتما. برای که همه عامل اساسی مردمی موبا، مثلا من حاضر در آسیا میمونه همه جا رفته آموختم کوک نشوید، سبب همین بیماری های زیاد. مثلا قزاقستان بیش برماق میگود خمیر بسیاری میبیارد، گوشت بسیاری، اگر آدمی که دل کسل باشد یک شب مولتر خورد ممکن موره. وقتی که ما قرقیزستان یک کنفرانسی علمی شد در سکول، اونجا همه علما جمع شده بودن، بعد بگوی ما ضیافت دادن، همه چیز خوردیم، آخرش به یک تقاری کلان گوشت اسب آورد. من گفتم برادر تو ماهی کشته نمی، همین گوشت شب خورده خواب کنید هضم نمیشه. خب بابا گوشت های گرفته ما با درون سدکه بداد مهمان خانه بردیم. در خطای حکم پرام میتیان همون ترمه با 3 کیلو 5 کیلو گوشت میتیان و گرسنه نکن خوردن میگیرن و آب مگود آب نمیتیان غلطیده میمورن. برای هضمش همین، برای همین از ترکیب خوراک وابستگی کلان هست. باید با ما سیستم خوراک ما هم تغییر دهیم. آدمی که عمری دراز میبینه، از اون جمله من شما گفتم که تا 120 سال که من واخوردگی خوراک بیا بسیارتر خوراک‌های شوقی هست. عموما چیزای بیرون کرده که کم میخورن، خمیری کم میخورن. وقتی که شما میرید مثلا همین جوشتر میبینید مرغ میجوشن بلیون میشد، گوشتش ملایمتر نختر هضم میشه. وقتی که ما چیزای سختی که خوردیم هضم کردن نشد، همه بیماری همونجا پیدا میشه. مثلا ما یک حاضر پیشنهادم کردگم گفتم که آینده بعد ساعتی 9 شب بیگاه روزبه خواهن که برنامه ما عملی شده 150 سال عمرن رستوران ها باید کار نکنن. آدم ها میرن میشینن عرق میخورن میبیان پگاه میخزن بیمار. مثلا من وقتی که در مسکو بودم همین یا مهمان خانه خوجنبه یک پلکانی که امبیده میبیاد ضیافت میکنن، اومده وقتی خوابش بمیرد برای که خوراک هضم نمیشد. همه خوراک برای دل نگروسکی کلان
من وقتی که ما در همون بیمارخانه رقمی 1 حاضر باغ رودکی بود، مرگ بود، یک زنک مردگی رفته چاک کردیم، سبب مرگش بیماری سکته دل گرزاندگی اتالا میپزد کاشه، یک قریب 2 لیتر باری میخورد. وقتی که آدم خوراک خورد خونه که معنی سر برود اشکم میبیود، خواب زیر میکند، خواب میکند، دل ما باید یخل مشکاک کنه، فیبریلات میشه، یک آدم میشد یاردم میکرد میموره. سبب مرگ زنی بیماری گرفتار سکته دل گرزاندگی در نتیجه نادرست خوراک خوردن چیز. برای همین پیغمبر گفته همه گفته که کم خور تیز خور، بسیار نه. انا که از بینید ما میرن یکم دوم سوم دیگه میبینن با اینا بینش به ریاکس میرود، گاز جمع میشد. گاز که جمع شد چی میشد؟ دورانی میخیزد، پرابلم ها زیاد میشد اینجا. یعنی که درست خوراک استعمال کردن و خوراک سالم خوردن بسیار اهمیتی. اینا کی یاد میتیاد؟ اینا باید عالمه که همین صاحب کار میکنند، دیرکتور انستیتوت پیتانی هست، ترکیب خوراک چخیل خوراک تیار کردن. خیلی حاضر نست که همین تلویزیون رو بعضی مصلحت های میتن مردم بعضی نمود خوراک تیار کردن استفاده کردنش یاد گرفتن. مثلا همین پمیدار بادرینگ یک جای کرده خوردن ممکن نه، تمام تاجیکا بسیار یک جای میکنن. مردمی خوجان آدمای که دانشمند هستن همین پمیدار پیاز قطعی ادرش میکنن، پیاز قطعی میتین، گاز جمع نمیشه. اگر همین چیزای دانن گاز که جمع شد چی میشه؟ فشار بالا میشه، تو میتونه درد پیدا میشه. انا همین خوراک هم اگر شما موافقش دانه چی قطعی خوردن آدم خودش نسخره میفره. از آن جمله یک نفر کسلی پیس قطعی ویتیلیگا نازیما آمدگی بود. من گفتم برادر باید همین سیستم کوگنیتیو تغییر دی. همه آدما کتابی قفسی کلون ویتیلیگا هست. گفتم که من توی ناز نمیکنم، تو خودت ناز میکنی، دست تو، دهان تو، دست تو. اما ریسپت های همونجا گرفت، حتی همین گریچ کم و آدم نمیپخت، آب جوش می انداخت، می استاد، ملایم میشد، میخورد. همون یاد گرفت، دوام 1.5 سال بعد 100% نقش داره. شفا یافت. من حالا بعضی آدما میگم پیش ما آدم رفت تو به یاد میتر چه خیلی نقش شد. این از تجربه حیات. همه چی انواع. حاضر همه میگن من آلرژیه، پوستم تغییرات شد، دیگر شد. برای اینکه ناز نمیشد زیر پوست رفته میبرد. حالا یک چیزی دراز عمری گام میذاریم دیگه باش با. همین روده تازه کار استادان آدمای یاد دادن در کن. عاملی گویم اساسی شستن روده ها، حقنه کردن. چی کردن؟ حقنه، تاجیکی حقنه میگن، یعنی کلیزما. من با یه بار دیگه میگم که از تجربه خودم سال 94 من در شهر دبی کار میکردم. ما 4 نفر دکتر بودیم، یکی از امریکا بود، یکی از ایران. من پریستوپی اپندیسیت قاپید، دردی سخت. خیلی گفتن که سکوری جغزنیم توی برده جراحی کردن در کار. ما همراه هم کتابی مای گاگولیان بود، هم تازه کردن روده ها خانه های ایرانی ها و یابه در پلنیتین با شلنگ هست برای روده های تازه کردن، تورات کردن. من ساعتی 12 شب در آمدم، یک بار شلنگ داشتم، آب برآمد، عرقی خنک زیر کرد، سبکتر شدم بی‌حالو. با ساعتی 2 شب در آمدم، با ساعتی همین 12 تا 3 بار روده هامو شدم، تمام نقش شد. همون سال ما قریب که هر هفته 2 بار، حاضر قریب که هر روز 1 بار روده هامو میشم. خودتون؟ من برای اینکه از سال 77 من داولینم فشارم بالا میشد تا 200 میبرم. چه میکنم بالا باشد، اول یه بار شلنگ میدارم، اخلاط گاز میفرود، با چه میکنم داولین فرامد با خواب میکنم. من اینجا شلنگ نواردیم، وقتی که گاز که نبرومد ما در همه رانیماسم بعضی آدم‌ها با گازاتوانی تروپ بود. تروپ که میموندیم که گاز برومدن گرفت که آدم خودش ناسیت کند وای نشد. گاز جمع میشد. همین خوراکی که ما خوریم میتن، همین خیلی گازا حاصل میشد. اشکام دم میکنه، بیماری ها همونجا سر میشد، سر بمیرد. این الیمنت آدم‌ها به یاد دادن در. یعنی که یکی از عامل ها چه که گفتید شستنی روده ها. نه، اکنون من برای که همین برنامه ما عملی شد، مکتب 10 نفر بچه‌های گرفتن صنف 3 5. ما همینا یاد دادم. همینا خودشو همون کلیزما کردن یاد گرفتن. یا دو تاش اومد گفت که بابا خیلی کرمو برومدن خیلی.
مثلا حاضر شنبری دوره من سال 77 اینسپکتوری کورتنی управление بودم، فقط شنبری روده میشدن. حاضر باورستان بشود دیگه جاشون نه که باید آدما خودش یاد گیرد. وقتی که گندک حس کرد خودش کجا میرد باورستان یا شنبری، شلنگ یه بار میدارید همین سفینکار که شده میشد اخلاط و گاز میورد آدم خودش نصب میکنه، تماما تیز نصب میشد. من از آن جمله من در تمام شهرهای روسیه قریب کار کردگی سوچی به مسکو و لنینگراد قزان همه چیز من آدما یاد دادم. اکثرتش اکن این چیزی عادی که مردم ما باید یاد گیرن. همه اونجا خونه‌هاشو آب گرم آب خنک هست. همین دوش تا متر که شده میشد آب حرکتی اطراف میمونه کافی باریک داره شلنگ. همین آب حرارت بدن میکنید سر میتید آب 50 سانتی متر میبرد. همین شلنگی که هم تو داشتید اسفینکتر که شده میشد آب میدونید. در اومد کمتر بی‌طاقت شدید هم تو میگیرید اخلاط و گاز میبرد. همین خیلی 3-5 مرتبه میدارید. برآمد تمام کاری معده روده ورمای پوچک دیگه چیزا نشده میبرد. مثلا یک نفر آوردن نزد من نچینه‌اش گانگرینه پوچکاش باید میبریدن. خب آدم من خودم کلیزم میکردم و اشکماش قفص دستش خودش نمیتود. وقتی من شلنگ میداشتم میبرم تا 10 مرتبه میداشتم ده اشکم فرومدن گرفت. وقتی که اشکم اینجا رودوی میدوی حرکتاش نقش شدن گرفت و کچد میکند و رما خودش نیست میشه. یاد دادم از 7 سال شد با قریبی با خوردم همه آدم زنده میگفت من اروی همه کار کردم. گانگرین چی شد؟ گذشت برفت نیست شد. یعنی که تبابت یافت. شفا یافت. من گوش کنید یک من سطح بلند آدمم وقتی کار میکنم یک نفر از خوجنهای داروهای رسپوبلیکا اومد یک پاچکش بریدین کسری قند داره دیگر قطعی من گفتم برادر همین تمام داروها در دست تو دارو آدم نظم میکند نظم میکرد تو نظم میکردی انا همین سیستم یادگیر داروی نمره 1 آب حالا ما الیمنت دیگه شما بنا گفتین درازعمری درباره نفس کشیدن حالا میدم میگذاریم اول اینو جنبش کنیم. انا همون آدم بسیار چیز یاد گرفت آنچه عمرش دراز کرد. یعنی که هر کس باید که روده خود شسته تواند یاد گرفت. با زبان روسی خیلی همین گپی چیزی عادی من از دوتا نبری مادم دوگانگی هستن سیمپی 3 میخونم. همراه من در همه عین سناتور خواب بود ساعتی 1-2 شب بود خسته گفت بابا سرم در کسود است. من راست بردم شلنگ داشتیم برآمد 3 بار اخلاط و گاز ادلاری همون وای برومدیم جای کششنی داشت که گفت که درد سلام گذشت. هم گاز برآمد هم چیزی عادی اینه کی یاد میتید آدمی تجربه دار زندگی حتی سینا خدا شما بسیار کار میکردیم. ما یک کنگرس در بخارا شده بود هندوستان یا آدم کاری علمی کرده است حقوق در نقطه نظری سینا گفته اینا آدم‌ها با آموزاندن در کار حتی پرنده ها خودشون حقوق نمیکند وای گرفته حقوق گفتید حقوق کلیزما اکن مردم ما من گفتم که من شما ما اینستیتوت تحقیقات علمی یک روز گنده اسکارسدیم خودم حالا آدم‌ها میگن این چه خیلی آب من گفتم چیکار کنم ببینم شکست نه اگر به همه شلنگی که آب اگر آب می‌داره آب سال گرمتر دوره تابستون حرارت همین شلنگ هم تا داشتم که آب در اومد ترقه از گاز و اخلاط در اومد من سبک شدم. این که من آدم زنده من خودم به گرزندگی برای همه آدما وقتی که یاد گرفت اکثرتش خودش همین کارو میکنن نقش رو میبرد. حاضر من مثلا گپ زدم ممکن یک 70-80 تا کسالای سرطان که تو حاضر زنده گشتن میگه ما قریب حاضر هر روز حقل میکنیم هر روز نفس گنده نفس هر چیزی میپرتید شستن روده ها هم در برابر دیگر عامل های سلامت ایستادن و سلامت بودن بسیار مهم. من راستی تو واخوری با شما درباره انمی چیز درباره شستن روده ها درباره حقوق نگفتید اندک معلومات داشتم در حقیقت حاضرم بسیار نفرها به همین چیز اهمیت میدن یعنی که اچشنی میگن لیکن اون چیزی که شما گفتید در حقیقت وجود دارد و در حقیقت برای سلامتی ما از بس که من کمتر در این سمت معلومات دارم من میتونم که تصدیق کنم که در حقیقت همین شستن روده ها تازه نگاه داشتن روده ها و نگاه بینی تازگی روده ها بسیار اهمیتی بزرگ دارد. میگذاریم با عامل دیگری دراز عمری از نقطه نظر ملا ظهور طاهری اویدی نفسگیری آیا نفسگیری هم
درست و خطا بوده میتونه؟ حتما. خب اکنون آدم وقتی که تولد میشه نفس میگیرد، وقتی که میمورد نفس میبرد. فاصله یک نفس گرفته نفس برآوردن به یک کس یک روز، یک کس 100 سال 200 سال اون میبینه. بی هوا حیات نیست. من همینجا میرزا خرما همدموف قدیم هم میدوچلیش خواندگی شاد روان هم کرسی من گویم همین مرکز کشادگی بود، آدمای می آموزاند. من یک دکتر نازم هم که همون دوره که با آدم بود قریب اسپاتیکو بالینسه نمیگاتیدن، اما مشقا یاد میتود. میتود بود تیکو بینی قطعی نفس میگیرید. من 15 سکند داشته میسید، دهان قطعی میبرورید، بینی روز رو کنید کن تاونید تا 1 دقیقه داشته بیستید. اوگلیکسلی گاز. من همین ناموی که نشون میداد که این پاکت گرید داره دهم باید ما نگرفتیم که شما با نشون دیم. اما که نبینیم پاکت برارده میگرید پریستوم سر میتید. ما مثلا بسیار وقت دلم سیخ میزنه، همین مشق کار داشته میستم سر میتید درد. این متد بوتیکو اثبات کرده که 700 نمودی کسلی ها نظم میشه. اکن دویمش تریل نیکوان نسوس. من 6 مرتبه بینی خطی نفس میگیرید یا سر میتید میرن. مقدار کسلرود برقرار میشه. همین دوره کووید به کسی که ما مراجعت کرد ما همینو یاد دادم. اکثرتشون دیگه صحت شدن، کسل نشدن، نمردن. طرز دیگر یا پاچکی بینه روزانه ناس کار میکنند یا پاچکی بینه شبانه. من یک قطعه نفس میگیرید، قطعه میبرورید، با قطعه نفس میگیرید، با بینه میدورید. برای موجه اکچه ها همه وقت چند غبار میدورد تازه کرده. من برنامه بودم گازeti کانسامولسکی правда همین مشقای منو گفتن نشونته صحیفه خودش هم موندگی بودن. اون دوره کووید همون دوره بود. اگر آدما باید اگیتاسیون پروپاگاندا آموزاندن در کار. مثلا ما از روسیه اوردن دوخ سویتو پرسویتی تلگرافی. وظیفه ما حاضر فقط مردم آموزاندن، راه درست به هدایت کردن و از آن جمله اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان تأسیس دادیم. صلح در تمام جهان، سالمی درازعمری، حفظ طبیعت، دوستی بین خلق‌ها. حالا گوش کنید، ما درباره سودا کمبر معلومات دادیم. شما درباره سودا گم میزنیم. سودا مثلا یک قاشق آشخوری میگیرید، 200 گرم آب جوشه میانزید، تیار میشد 5 منوت 10 منوت، بعد نیم ساعتی خوراک بخورید. مثلا ما ساناتوری همون نوحه عینبک هر بیگاه کسلاب میتیم. پگاه بیگاه 2 مرتبه سودا قطعی دهنه غرغره میکنید. سودا شیر قطعی جوشونده میخورید، یاردم میکند، سلفا و ناز یاردم میکند. مخصوص درباره سودا کتاب هست. مثلا بعضا گریبوک میشه، دیگر چی پوچکوب وانش که کرده میمونید. و این درباره سودا دیگرش اکتیویرین اوگل. من پیشتر اکتیویرین اوگل پیشوای دباف که نمیگفتن، من همین سال سر کرد پیشوای دباف که نمیستند علاوه بگیزا. برای که دیوال روده ها من اینجا گفته که هر ماه 5 روز باید آدم ها قبول کنن یک تبلت که برای 10 کیلو وزنش. اگر 70 کیلو باشد باید 7 تبلت استعمال کنن. همون دیوال روده ها و رادیانوکلیت های کشیده میبرد، گاز میبرد، رنگ اخلاط سیاه میبرد، آدم ها باید نترسن. هم گاز میبرد هم زهرا میبرد، نیست شده میرد. از آن جمله آدم هایی که مای بسیار مینوشن به حال میشن گندیس میکنن. من میگم 10 تبلتش گرفته خور و اینتاکسیکاسیون خودش گرفته میبرن. دوام روز میخزن که اما حالا نظم میشه. یک سامو میسته. مثلا همون وقتی که شراب تیار میکنن از همون اکتیویرین اوگل تازه کرده میگذارن. بسیار چیزا رو آب همین تازه کرده میگذارن. چیزی عادی آدمی که من همین دوره حاضر گریپ سرش ساده است دیگر چیز همین نامویوا که من میگم اگر کسی که گریپ شد 3 روز همین تبلت که 3 بار خورد که روز اکتیویرین اوگل نیست میشه. چیزی دیگرش پریکس ودرات پیشتر من 20 سال باز تایم میکنم خودم استفاده میبرم. خوش بعضا داروخط مینویسم، داروخانه میگفته دکتر دیوانوش دست این پریکس خوردن ممکنه هرچی که بالاشون نوشته که نروژ نه پریکس ودرات. خوش وقتی که این کسمنفتا کاسموس میبرامدن
اینا رو میتن اینا در همونجا استفاده میکنن. این وقتی که ارگانیسم درود از خودش کислород جدا میکنه، اتمارنی ایپاکسی سینمات میکنه. از اون جمله من بسیار کسلای سکته دل بعد اینسولت میکنم. بعد من همین حالتی که گریپ میشه یک قاشق پریکس ودرود یک قاشق آب الدرش میکنه، شپریس میگیرید میچخونه، از این بینیتونم از این بینوک شده میشه. آدمی که رینیت دارد، فرانتیت دارد، دیگر چی دارد، یک سومه چیز. همین آدم ها رو یاد دادم. با یک عالم ایتالیانی خواهد درباره سوده گفتی گشته همین سیستم تبابتی که سالهای رگ با یک قطره تا 40 با کم میفرورن. من برای که در خودم استفاده کنم حاضر 10 قطره میاندازم 50 گرم آب همینه مینوشم. 10 روز 15 روز مینوشید سلامتیتون نظم میشه. حاضر نزد یک دکتر یک تا دارو مینویسد ممکن روید 200 سوم خرید. تاثیر این اوای ممکن زیادتر باشه. همه دکترها هم حاضر دانش وسیع ندارن. همون چیزی که استاندارد یا چیزی یاد گرفتگی با تیم از طرف وزارت تندرستی و هست پروتکل کردگی مثلا پنیمونی کدوم زخم معده کدوم فقط همون داروی میتیم. همونو مینویسن. دنیا در تغییر یافته میشه. دارو چیزی نیست همون چیزا تغییر مییابد، ویروس‌ها با تغییر مییابد. همینوه باید آدم‌ها آموزاند آدمی خدا شود سلامتیش نصب کنه. استاد عزیز ما بسیار خرسند هستیم که امروز یک صحبتی خوب تشکیل کردیم و از نام تماشابینان تلویزیون آزیا و از نام خودم به شما سپاس میگویم برای تشریفتان. راستی تماشابینان عزیز استاد زنگ زدن گفتن که ما تا روز جمعه در همینجا هستیم، اگر از ما بهره گرفتن خواهید ما در اختیار شما. ما در این پیام استاد درک کردیم و خواستیم که با استاد ملا ظهور طاهری یک برنامه داشته باشیم، تشکیل کرده باشیم که برای فایده شما تماشابینان، برای فایده جامعه امروزه ما. در حقیقت امروز طریق اینترنت معلومات ها، اخبار ها و هر گونه گپ و آموزش ها بسیار هستند، اما ما باید توانیم که از درون اینقدر پتاکی یا که وی بسیاری معلومات درستش را و فایده آورش را قبول کرده توانیم. و گمان میکنم که صحبت امروزه ما با استاد طاهری برای شما پسند بود، زیرا ما در موضوع بسیار مهم صحبت کردیم. چگونه باید تا 100 سال عمر دید و عامل‌های مهمترینش را استاد البته به ما گفتند و من بار دیگر برای شما تکرار میکنم. اگر امکان داشته باشید نوشته گیرید. این چیزهایی که ما امروز در صحبت امروزه گفته گذاشتیم بسیار مهم هستند. یکم عامل مهمترین سلامت بودن و اسرار تا 100 سالگی زندگی کردن این نیت خوب، فکر خوب، یعنی که یک برنامه خوب در سر خود داشتن، یعنی که با نیت پوزیتیوی زندگی کردن، خوبی را دیده توانستن، با نیت‌های نقص زندگی کردن، برای خود چیزهای خوب را تمنا کردن. همین خیلی درست است. چیزی دیگری که ما گفتیم آب و آبنوشی، اهمیت آبنوشی و اهمیت صفت آبی نوشاکی ما برای ارگانیسم ما، برای جسم ما، برای سلامتی ما بسیار عامل مهم است. چیزی دیگر این حرکت، یعنی که مشق‌های جسمانی، راهگردی و مشغول شدن با چیزی بدن، سلامتی بدن، این بسیار مهم است. ما گفتیم که حرکت کنید و هنگام حرکت شما انرژی پیدا میکنید. اگر انرژی پیدا کنید حتما یک الهام، یک خواهشی باز هم زندگی خود را بهتر کردن پیدا میشد. حرکت کنید، راه گردید، با مشق‌های جسمانی مشغول شوید تا که سلامت باشید. چیزی دیگر استاد بسیار خوب قید کردن این روحی بالیده داشتن، یعنی که خندیدن، تبسم کردن، خندیدن. ما بسیار وقتهای آخر در فضای اینترنت با همین چیز روبرو میشیم. بسیار نفران پیدا شدند که عیناً همین تبسم کردن و خنده کردن را فایده خوب میحسابند برای زندگی خوب و شایسته انسان. حتما ما اولش این که آموخته توانیم و برای خود همین چیز را
عادت کرده توانیم که با روحی بالیده و با تبسم و با خنده زندگی کردن برای سلامت بودن انسان بسیار عامل مهم است. بعد انسان استاد گفتن که رقصیدن اینم به همون کاتگوری حرکت شامل کردن ممکن است. در زیر تاثیر موسیقی زیاد پیدا میشه. یا باب کاری علمی من تبابت با موسیقی. همین موسیقی مثلا من روسا، ازبک‌ها، تاجیک‌ها کاری علمی کردم. موسیقی کلاسیکی موندم، موسیقی روسی، هر یک از موسیقی خودش دارد. حالا ما اینجا درباره آینده خواهید تبابت با صداها، آوازها، من این چیزا باید یاد دادن ما ممکنه. من گمان میکنم که در برنامه‌های آینده ما در موضوع هر یک عامل علاهیده ایستاده میگذاریم. شما به طور عموم گفتید از بس که مهلت وقتی برنامه ما محدود است، لیکن در برنامه‌های آینده هر یکی همین چیزی که ما امروز قید کردیم برای خود شما گفتگو هستید باز هم خوبتر گشوده میدیم. من گمان میکنم که برای تماشابینان ما بسیار مفید میشود. خب رقص گفتیم، بعد شستن روده ها، تازه نگاه داشتن روده ها رو گفتیم. یعنی چه اهمیت دارد؟ سطل موسور جمع میشد که پارتید اگر نشوید بوی گنده میبینید. همه آدما باید دانن که همه روده قفسیمون سطل موسور تازه کرده ایستادن تماما نظم میشه. چون که من در تجربه از سال 94 رودامو میشم، بعضی روزها شد که من تا 10 بار رودامو شدگی یک روز با خیلی گنده حس میکردم. همه آسته آسته زهرا برآمد، خودم نقص کرده رفتم. من آدم زنده، من برای همین من خودم با شما با بار دیگه میگم که خب بعضی یک پروفسور که یک روز بحث کردیم روده بسیار شدن ممکنه خیلی و کتاب خیلی نه، من بودم برادر گوش کن، اما اکادمیک هم من باری منم اکادمیک کتاب نویسندگی یکی باید در تجربه خودش همین کار کردگیش نه. من آدم زنده دوبار مردگی، اگر من همین کارهای نمیکردم من حالا که ها مرده رفتگی بودم. من سیستم ساختگی من از پسی خودم هستم. همین میخواهم که مردم با آموزانم، مردم یاد گیرد، عمر دراز میند، جنگ و جنجال نکند، یکدیگرش مهر و محبت و دوستی. من در جلسه ما گفتم که آدم چی معنی دارد؟ آداب، دانش، عقل، محبت، 4 تا کلمه. همین چیزا آدما باشد بدبینی پیدا نمیشد، یکدیگرش احترام میکند، کمک میکند یکدیگرش، همه الیمنت های عادی یاد میگیرد، خودش عمرش دراز میکند. درست است. این آینده علم طب باید پیشگیری کننده باشد. من با دستگیری شما تشکر دعوت کردید اینجا، با مردم خودش فکر و عقیده هاشو مینویسند، پیشبری میکنن، ما جمعیت آباد میکنیم. عامل دیگر طرز درست استعمال خوراک و صفت خوراک. باز عامل دیگر گفتیم خیلی شستن روده های گفتیم، طرز درست نفس گیری درباره این چیز گفته گذاشتیم و تاثیر سودا اکتیوین اوگل یعنی که کومری فعال نوک کرده شده و پریکس ودرودا. درباره میزی ما دورویی که شما اختراع کردید ایستاده است. من از اپراتور خواهش میکنم همین دورو رو به طور کلانتر نشون دهد. یکی زمچ نام دارد، دیگری فیرولا. خواهش میکنم که کمتر باشد هم به طور اخچم درباره این دورویی که محصول اختراع شما است، کار شما است، با ما معلومات دید. فیرولا بینید این شیره کمال تاجیکش با. شیره کمال ها. اینا با قیمتی $30-40 هندوستان و وابه میفروشن و ما اینا در روسیه اولی مراتب سریو، یعنی همون وشه بردم آدما از ما سریوی برده دیگه جا چیز میکنن. اگه ما خودمون استحصالات در همونجا مونیم نظم میشد، درآمد میشد. یکمش 7 کس دوره سویتی دیسرتاسیه کرد دیگه، آنتی اوپخولی، آنتی پارازیتارنی، آنتی اپیلپتیکی амалажи свойства доказатель кардагӣ. ҳамина ман бо институти вай бурардам. баъд таркибаш мо илова карда будем он карат хитазан ҳозир куркумаам дорад. Куркумаам зидди опухол, зидди вирусҳо иммунитети баланд мекунад. ман шахсан ҳозир худам 2 теша хӯрда тамом кардам, барои ки зимистон ба ҳамин вирус пайдо мешавад, кори ҷигар дигар элементи оддитарин. барои ҳамин мана ферула лечит опухоли амалажи тела ҳамроҳи директори институти фитотерапия Россия академик Корсу мо ҳамин китобро нависондем ва аввалин маротиба дар справочник лекарственной растения Россия ҳам дохил шудем. ва имрӯз бояд ки ҳамин рӯзҳои наздик дар тамоми дорухонаҳои хуҷанд вилояти сух пайдо шавад, чунки супориши
جناب اولیقتی دستگیری کردن صاحبکارا وزارت تندرستی مکتوب داده که همین داروخانه ها باید هر کدومش این چیز داشتگی باشد، صاحبکاری داخلی دستگیری کنند. و این زمج این مینرال هست، این سنگ هست. یکم خدمتی ما همین که ما اینه برده در روسیه اکادمی فنها سپکترال آنالیز کردم. ترکیبش 65 تا ماکرو میکروالمنت برآمد. کالی، کلسیم، مگنی، تیلون، نقره همین المنتی که ارگانیسم به دورت هست. این همه افکت نازش وقتی خونروی ما میکند، یازوا، گماروی، کروتیچینی، زنها خونرو میشن، بعد کیسته نیست میکند. کیسته آب جمع میشد، این خود جابیده میگیرد خودش را. مثلا من بعضا درون شما مگه سراز 3 تابلت کش میخورم. درون ما تیز مکم میکنن. آزمو دیزنتری میشن دیگر چی؟ یا خودی همین بسیار بیماری ها به یاردمی کلام میکنن. زنها 6 تابلت کش میگیرن، تامپون میکنن، ایروز شیک ماتکا دیگر گمارو به میکروکلیزم میکنن. حتی در یک جایگی من کار علمی گذراندگی من توصیه دادم، خیلی مبلغش دادم که کار علمی باید دکتر رو وای کنن. همین 3000 بیماری ها در مسکو سن پترزبورگ کار علمی گذاشت. کسالای سرطان قریب 90% نقش شدگی هستن، کمپلکس نی. و بعد استعمال همین دو تا دارو خب بعضی متدیکا قطعی مثلا ما مرکزی سرطان شناسی خودم یه مقدار دادم. آدمایی که امروز منو میشناسن خود اونا اومدن میخرن، شرط نه که دکتر نمیشه. من حاضر چند تا استودنت اومدن پیش من گفتن که ما مبلغمو کم اجازه ما بالای همین به نرخ میمونه. مثلا ما حاضر اینه فرول 80 گفتم زمج 70 و یا 140 150 رکلام کرده اینترنت رو کرده فرستاده. برای که اینفورماسیون همه نمیرسد که رکلام کرده و استودنت هم میبرد میفروشد، فایدهش میگیرد و کسلی خوردگی هم میبیند که فایده میکنند. میگوید من رفتم یا اوکال گرفتم $200 بود، این خیلی بود، یا چیزی عادقتی نشدم. خیلی که من 20 اختراعات کردگی یک زواد کلان هم ساختم. ممکن یا چیزی میگم که پول پرابلم سلامتی حل نمیکنه. درست است. برای که آدما پاسیبل یک چیز برای مردم برای خودشون هم خواهد. وقتی که من آدمای کلان که در روسیه کار کردم، همه آدمایی که زلاتای کامنت اداره میکنن، من گفتن که ما تو بس $100 میلیون پول میتیم 0.5% گداوی یک سال قدیم. بیگای اومده فکر کردم، گفتم این پولی کلان من هر شب فکر میکنم این پولا که دادم و دادم بر وقت میبرم برام. رفته گفتم برادر همین پولت هم در کار ما من تا 100 سالگی به زندگی میکنم که همین پولم پرابلم های سلامتی و ضرری کلان دارد. چیز دیگر است که امروز آدما بسیار کردیت میگیرن، وقتش به دادن نمیتون، فشارشو بالا میشن، اینفارکت میشن، اینسول میشن، قند میشن، همین مناسبت های پولی. همین هم از روی عقل و فراست و ذکاوت. سرانو یگان انسان قبرستان همراه خودش چیز نمیبرد. من 2 مصر روبایت ها مینویسم که ای بیخبران خبر ندارید شما، لوج آماده و لوج روانید کجا، این مال و ملک و زر به کی میماند، آخر بروید نزد خدا با یک دعا. هزاران آدمان مردند و رفتند، هزاران دیگر خوردند و رفتند، هزاران دیگر نخورده بردند، دیگرها از حسد بردند و رفتند. خب تشکر زیاد. تماشابینان عزیز و ارجمند، سوال آخرین استاد، چگونه تماشابینانی که امروز ما رو تماشا کردند و دیگران شما رو پیدا کرده میتونند؟ اکنون با واسطه شما هم پیدا کردنشان ممکن. من آدمای حاضر از روی زنگ تلفنی بسیارش اینترنت میدونم نام نویس میکنن میبرم. من مثلا تا روز جمعه در شهر خوجند من داخلی همون بازار پنجشنبه بیمارای قبول میکنم، زاپس قطعی مصلحت میتیم، مشورت، گیاهای توصیه کرده میتیم، اجرا کرده 100% نظم میشد. نکرد من همین دیروز گفتم که یک بچه اومد فهموندم، گفتم اجرا میکنین؟ نه. گفتم برو رفت، گفتم پولت هم در کار نیست. گفتم و اجرا نکرد، نظم نمیشد. نظم نشد، میگه باید پیش دکتر رفتم انخینم بوده. شاید رقم تلفنتون اعلام کنید. رقم تلفن من 92 786 8027. من همین ترینینگ ها حاضر روز جمعه در اویده ولایت میگذارم، بعد تاشکه میرم. 4 روز اونجا علاقه آدم ها هستن که منو دعوت میکنن، همون تالارها و من ترینینگ های آموزشی میگذارم. تاریخ 3 فوریه من ایران میرم، 15 روز در شهرهای تهران و دیگر.
ман зодаи ҳамин вилояти Суғд. Ман шумо бо даступни одам. Мана барои мен ҳамкорӣ кардан дар кор, дӯстӣ кардан дар кор. Ман ин бародари моам доктор ҳастанд, табиб ҳастанд. Мана бо ин маслиҳатҳои шумо бо дода меистанд. ҳамин чизи оддӣ ёд мегиред, адами саломатӣ мешед. Аввал саломатӣ бинед, баъд пул худаш мебиёд. ташаккури зиёд. хуб дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба охир мерасад, суҳбати мо ба охир мерасад. бори дигар аз номи шумо, аз номи худам ба устод ташаккур мегӯям барои пазируфтани даъвати мо ва гумон мекунам ки дар оянда боз дар масъалаҳои дигар, дар мавзӯъҳои дигар мо суҳбатҳои доманадор хоҳем баргузор кард ва гумон мекунам ки ҳар як суҳбати мо, ҳар як маълумоте ки шумо аз ҷараёни суҳбати мо барои худатон мегиред, барои шумо фоидабахш ва барои зиндагии шумо, барои саломатии шумо, барои дароз умрии шумо муфид хоҳад буд. Ташаккури зиёд. иҷозат фармоед дасти шуморо фишорам ва сифатро барои шумо гӯям. Ташаккур. Раҳмат. гӯш кунед, ман одамои аз рӯи овоз диагноз мемонам. Ина ҳола дунё ба чике накардам. Аз рӯи овоз? Овоз, садо. Касал мебиёд. Ман мумкин баланд овоз гӯй ахела. Энергия нест. Ба аз рӯи роҳгарӣ ҳаст. Ҳозир Урусо навист, таҷик катори мир признает, по ходьбе по голосам ставят диагноз. Дар бораи ин чизҳо дар барномаи оянда алоҳида суҳбат мекунем. Хушомадед устод. Саломат бошед.